سرود پرسرور داوود بعد از غلبه بر دشمنان. برای سردار مغنیان بر ممات لبین. ترانه داوود. خداوند را با تمام دلم حمد خواهم گفت، همه کارهای عجایب تو را حکایت خواهم کرد. در تو شادی و خرسندی خواهم کرد، اسم تو را ای حق تعالی خواهم سرایید. وقتی که دشمنانم به عقب برگردند، پیش پا خورده از پیش تو نیست خواهند شد. زیرا که تو داوری و مرافعه مرا به عمل آورده ای. تو ای داور عادل بر تخت نشسته ای. تو بر قوم ها عتاب نموده ای، شریر را نیست کرده ای، نام آنها را محو نموده ای تا ابد. دشمن بر هم خورده به صورت ابدی خانه ویران گردیده است. شهرهایش را به بیخ و بنیاد کرده ای، ذکرشان نیست شده است. ولیکن خداوند تا ابد قائم است. او تخت خود را برای داوری برقرار کرده است و او دنیا را از روی انصاف داوری خواهد کرد، قبیله ها را از روی راستی دادگری خواهد نمود و خداوند پناهگاه مظلومان خواهد بود، پناهگاه در لحظه های تنگی. و عارفان اسم تو به تو توکل خواهند کرد، چون که تو ای خداوند طالبان خود را ترک نمی کنی.